دوستان سلام. امروز اونایی که کوکوهای خوشمزه و خوش‌طعم و دوست دارن با من همراه بشن. امروز کوکوی تره با مغزی گردو و زرشک آماده میکنیم. در ضمن این کوکوی تره ساقه سیر هم داخلش داره. مواد لازم: تره خرد شده 2 لیوان، ساقه سیر خرد شده نصف لیوان، سیر 3 حبه، نمک و فلفل سیاه به میزان لازم، تخم مرغ 4 عدد، زرشک 2 قاشق غذاخوری، گردوی خرد شده 3 قاشق غذاخوری و مقداری روغن برای پختن غذا. تره رو بعد از اینکه کاملا خوب و تمیز شستم و یه مقداری آب اون گرفته شد خردش میکنم. میتونین از خردکن هم استفاده کنین، ولی تره زود آب میندازه. بهتر اینه که از کارد آشپزخونه استفاده بشه. بعد 2 لیوان تره رو توی ظرفی میریزم. نصف لیوان هم از ساقه سیرهای تازه که تو فریزر نگه داشتم میریزم. شما اگر ساقه سیر نداشتین میتونین از سیر تازه استفاده کنین. البته من 3 حبه هم سیر خرد میکنم و میریزم. شما میتونین اگر خواستین 4 حبه یا 5 حبه خرد کنین اگر ساقه سیر نداشتین. بعد نمک میریزم به اندازه کافی و فلفل سیاه. 4 دونه تخم مرغ روی اون میشکنم. و بعد خوب با هم مخلوطشون میکنم. بعد توی تابه یه مقداری روغن میریزم و تقریبا نصفی از مایه رو داخل تابه میریزم. همه مایه رو نریزین یه دفعه. بعد بلافاصله روی اون حدود 2 قاشق زرشکی که تمیز کردم و شستم میریزم. همینطور حدود 3 قاشق گردوی خرد شده. هر کدوم از اینها رو نخواستین میتونین حذف کنین، گردو و زرشکو، یا اینکه کم و زیادشون کنین. اما به نظر من نصفی از مزه این کوکو به این دوتاست. بعد از اینکه گردو رو ریختم بقیه مایه کوکو رو توی تابه میریزم جوری که روی تمام زرشک و گردو رو بگیره. روی اونو کاملا صاف میکنم و بعد در تابه رو میذارم. حرارت کاملا کم باشه. یه طرف اون که سرخ شد و روی اون به این شکل بست برش میگردونم تا طرف دیگه اون هم بپزه و سرخ بشه. البته میتونین قبل از این که برگردونین برش بزنین. حالا میبینین که کوکو آماده شده. یه کوکوی واقعا خوشمزه، لذیذ و خوش‌طعم. حتما یه بار امتحان کنین. اگر تا به حال کوکوی تره و سیر رو نپختین دیگه عاشقش میشین برای هر وعده غذایی. عزیزان، خدا نگهدارتون.